امروز روزی من بوده است. گبرو درست نکن. کلان رو زیر کن. با کیف و صفا زیر میکنم. به فکرم این کار مردانه انجام می‌آمد. نباشد میپرونم. با شما میگویم جدا شوید. جدا شوید. باقیش عملیات را شروع کنم. صبر کنید. اول با اکبابا مصلحت کردن لازم. جیگید حرکت نکن. ایست. دوستم یک طرفی است. بلوکی فرصت از کاری ها رو تمام کنم. دستهایت رو بالا کن نباشد میپرونم. ایست. دوستم اگر پیکاس بیمرد ریشه ای جنایت خوش میشود. بفهمی؟ با شما گفتم دستهایتان را بالا کنید. پیکاس تو باید بمیری. بیا بردار. تستر دست ها بالا. گذار این طرف. گذار. دیگید دستهایش رو بند. زودتر. دست رو دراز کن. چه شد مندو؟ این صدای سلاحی کی بود؟ بیکاس سر دارم اون طرف کروش. رفتیم. بیکاس همه کار طبق نقشه کشیده‌مون شد اکبابا. یگید انجمن رو نابود کرد. پیشگار با عضوای انجمن رو کشت. ولی پلیس اینجاست. و اگر تا خبر رو رسونید. نقشه نیز کردنی انجمن موفقانه به انجام رسید. اما با دقت شو. نباید کسی از آدم‌های زنده ماند. پیاده نگریز بیکاس. دیگر مکانی رفتن نداری. رفیقانت همه مردند. تو را همه یابند. غیر از من کسی تو را محافظت کرده نمیتواند. پیکاس میگریزد. مسئله رو حل کنیم. نه، پلیس فهمت همه رو برباد میدهد. تماشا کرده برگردید.
یگید رو میبرارم. اکنون قناعتمند شدی؟ نهایت مرا دستگیر کردی، دستان مرا بند کردی. من تو رو به این احوال نیاوردم. تو آدمی خشمالود شدی. اگر عدالت شما میخواست که همین باشد من تسلیم شدم. در محبس من پوسیده میرم امو. تو باشی بس مشاهده میکنی. تو چی ها میگویی؟ چی ها میگویی؟ در این حیات از همه شخصی دوست داشتم تو بودی، یگانه دوستم هستی. کفایه از سرکمیسر. دلم خون میگیرد برای تو. اما دل من گریه نمیکند. با خود افتخار میکنم دوستم. این سرزمین رو از یک حرامی پلید پاک کردم. اکنون میتواند راحت بخوابد. همه‌تان محبس یا آزادی، زیر خاک یا روی زمین، دیگر با من فرقی ندارد. دیگر یگان چیز برایم معنا ندارد. اکا انتظاری فرمانی توی یک لحظه. پلیس ها یگید را با بیرون میبرند. یگید در اینجا میباشد. منتظر فرمان شما هستیم. عملیات را آغاز کنیم. تنها خودم قرار داده نمیتوانم. باید اگر ترو پرسم. آخر وقتمان بسیار کم است. منتظر شوید. لبای گوش میکنم. یکی دولو در زیر چنگمون است. اما من باید این کار رو تصدیق کنیم. پوشیم. اگر تا از این کار با خبر هست یا نه نمیدونم. حالا در راه هست. اگر امکانیت باشد یک زنگ زنید. مرحبا جناب. یک عملیات مهمی هست. پلیس یگید را دستگیر کرد. حالا آدمان ما آنجایند. انتظاری فرمان شماییم. کارش رو به انجام رسانیم یا نه؟ برای شما، برای دوستانم، با مهر و محبتی که به تو داشتم خیانت کردی. من هرچی کردم محض برای دوستانم کردم. برای تنتنه عدالت خودم را فدا کردم. گپ رو دراز نکنید. بس کنید. اکی ثابت این خودش چی گپ؟ یگید رو دستگیر کردم. اکا وقتی بسیار نداره. کمتر پس او را با ماشین سوار کردم میبرن. نمیبینی من هم انتظار خبرم. خوب شده سردارم. فرمان داد که باید از روی نقشه اوله کار کنید. واتوس حالا در اونجایید؟ بله همونجای مکبابا. انتظار فرمانیم. فهمیدم مکبابا. چی کار میکنیم؟ عملیات را قطع میکنیم. یگید زنده میموند؟ نه، تو با محکمه در آمدن صبر میکنیم. تو با آخری عمرت در محبس میستی. آیا تو این را میخواستی؟ آیا در کنج محبس پوسیده رفتن میخواهی؟ اگر این باشد مرحمت، به مرادت رسیدی. اگر من این کار را نمیکردم چقدر آدمان بیگناه نابود میشدند. سرکمیسر بس کنید. بس. سرکمیسر ایستید، آرام شوید. ای بس سرکمیسر. بس است آرام شوید. شما چیکار کردید؟ چیکار کردید ها؟ در این حادثه ها غیر از تماشابین بودن از دستتون چی آمد؟ دم بگو. آرام شوید. آرام شوید. اگر تا نمیخواهد که این عملیات در نزد چشمان این پلیس ها به وقوع آید کاری او را در محبس تمام میکنیم. فهمیدم. رفتیم. تا آخر عمرت مثل موشا پنهان میشوی پیکس.
تخمینی کردم با قوتر بوده این نجیب. نجیب مرا تو حال نشناخته ای. اصلا تو مرا نمیشناختی. من با آسانی دست نمیدیم. تو یک وعده داده بودم. خاطرت هست؟ چی بوده است؟ کمی فکر کن. آخری موسیم با میخوریم گفته بودی. پیکاس دویدن گساله تا کهدان کس رو تسلیم شو. نجیب مرا با محباس برده نمیتوانی. باز هم وقت داری. پس تا جان نبارد این خصلت تو گم نمیشود. رگرد. رفیقان دست اینها رو بندید. اطاعت سرکمیسار. خصوصا دستی آقا خیری رو. خدای توبه. ممدو سرکمیسار، آیا ممکن است که فهمم ما چی گناه کردیم؟ یاردم و جای خواب. چی خیله؟ با کی یاردم داده؟ با کی جای خواب داده؟ من هم حقوقهای خود را دارم. من ادوکات میخواهم. داماد رو گیر. آشه همه شما از حساب انداز سپرده من است. نباید با ما چونی رفتار کنید. تو چی کار میکنی؟ انداز میسپاری ها؟ مرا دیوانه نکنی آزی. از مغازه خرید کرده چکم رو گرفتم میبینم اندازش رو میگیرن جانم. سردارم میاد برای ما تنفا آورد. انا بینید که را یافتم. گروه آنها پر شد. اینها رو برای چی دستگیر کردیم؟ با امنیت میبریم سردارم. یگان دلیل دارد؟ عین حال نه. نباشد هر دیشان را آزاد کنید. لیکن سردارم ممدو چیزی که گفتم آن را بکن. در اینجا بودن ما خوشحالیم. ایگه در کجایی که باشد ما هم با آنجا می رویم. بسیار گرم نزنید عالی جناب ثابت. نوبت تا هم می آید. تستر از اینجا گم شوید. گم شوید از اینجا. تستر رفتیم خیری. هر دیشان را با ماشین سوار کنید. می رویم. با آقای داستان خبر ده. شاید در جای حادثه تحقیقات گذراند. خوب شد سردارم. ایگید ما همیشه با تو هستیم. ایگید تا دمی مردن یک جا هستیم. اگر لازم شود هم با حبسخانه نزدت میرم. راست میگوید. انشاءالله که باز وا میخوریم. به فکرم نجی سردار و سرت رو خوب سیله کردند. تشکر، مرا دوست می‌دارد. انشاءالله به یک حبسخانه می‌افتیم. من هم همین خیلی امید دارم. کارم رو نیمکالا کردن نمیخواهم. من هم. اگر ممدو نمی‌آمد تو را مثل آن حیوان‌های دیگر سوزانده می‌کشتم. مرا گوش کن. در حق پیسگار این خیلی نگوی. خدا شکر. عیب است عیب. حالا هر دیتان مسافر یک راه میباشید. باید شما یک دیگر رو مدد کنید یا این کارتان و شما خوشایند نیست مگر؟ های 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 عجایی. ای اکی صوبی دیگر سرکمیساری گید نیست. اکنون چیکار میکنیم؟ با چیکار دست میزنیم؟ تنها مونده. تو رو نمیدونم اما من باز کار دارم. مسئله ارزو؟ بله. حسابی کارهای کردهش رو میدهد. چیکار میکنید راید از اینجا؟ برادر ما با شما دعوتنامه داده بودیم ها؟ شما کیستید؟ چی میخواید؟ شما با ما میروید. مرا و توز میگویند اکی ثابت. با من شوخی نکن. بازینش سرکت دردی آنها را با ماشین سوار کنید. سردید مرا چی گفت هسته؟ ای کیلومتر ایری زودتر ماشین سواری میکنید. برادر مرا سرده. اکا شما کیستید؟ چی میخواید؟ چیکار میکنید ها؟
افلاسی‌ها را تازه میکنیم. خیلی افلاسی؟ هیچ خیلی افلاسی. من سر و بدن رو تازه میشم برادر. آنها را برید. بس کن راه گرد. برید. ثابت و خیری با ماست. شما چیکار کردید؟ کایا مینیک و دیگران را دستگیر کردید؟ همه‌شان در مکانشان جمع آمدند. هر سه‌شان نقشه دارند که به خارج گریزند. نگذارید که گریزند. همه‌شان را دستگیر کنید. اطاعت سردار. میرویم. فرمان و تاز میباشد. در آمده همه‌اش را دستگیر میکنیم. حجت بدن اومدن نیست، آنها بر اومدن. چیپته های هواپیما را گرفتم. شناسنامه ها هست؟ بله هستند. در نقشه نیست شدنی انجمن نبود. حالا باشد همه همون میسوزه. حتما از قفای همون میپویند. کاش که پیسگوار و پیکاس اینجا میشدن. ای عزیزم، وقتی که پیکاس بود از کسی نمیترسیدم. بس اکنون همش در قفامون. باید زودتر به فرودگاه رویم. بیا میرویم. اینا کیستند؟ شما را با فرودگاه ما میبریم. شما کیستید؟ از ما چی میخواهید؟ ما محافظان میباشیم. آمدیم که شما را ببریم. با کجا میبرید؟ گفتم که با ما میروید. با گمانم که خطا کردید. یگان خطا نکردیم. گفتم که با ما میروید، اما با فرودگاه نه. بیاید میرویم. زودتر باشد شهر بچه ها. زود از اینجا میروید. ایسته من دستوری که نترسم. من گفتم که نور هم باشم. بیاید تیزتر. بیاید. شما چطور میکنید؟ کجا میبرید؟ آنها با کجا میبرید؟ ایسته تیزتر دروید. هر دیشان را به قفا بزرانید. سرم را ساته. استم میترایم خودم. مرا با دیگر ماشین میبردید خوب نبود مگر؟ چی شد؟ زر و زیورت میریزد. مراتبه دیگر باید بیار برایت ماشین لیموزین بیارم. گپ در سر این نمیرود. من با این قاتل در یک جا بودن نمیخواهم. بس تو کی میباشی در اینجا؟ فکر میکنم بابای برفی. من او بر این قاتلانی رزیل و بیشرف را زنده نمیماندم. دیگه فرقش نیست کی را میکشی. مهم این که چی خیل کشتی. چی خیل کشتم؟ قانون را ویران کرده میکشی. خلق را در کرسی بسته از تاری سرشان با پرمه سراخ میکنی. این است مردی تو؟ بله کردم. بسیاری آن شخصان آدم های تو یا اینکه تروریستان خونخوار بودند. لازم شود باز هم میکنم. در کار شود باز هم میکنی؟ بعد یک عمر در محبس میخوابی همین خیل؟ سردارم گویا که چی بودنی کار رو شما نمیدانید. اگر شما وظیفه‌تان را حقانه انجام میدادید حالا من در اینجا نمیشدم. دمت را گیر یگید. طبق قانون کار کردم. شرط نیست که از تو عذر خواهم. من کار درست را انجام دادم. از این لحاظ تو با محبس میدرویی. در حدیث اومده که بخیرترین شما کسی است که قرآن را به مردم می آموزاند. بار اول در تاجیکستان در مرکز پرودوسری همصدا طرز ویدیویی قرآن کریم، متن اصل و ترجمه معنی های آن در قرائت امامان کعبه عبدالرحمن از سدیس و ابراهیم از سریم تهیه گردید. در فیته مذکور اولین بار در برابر قرائت 30 جزء 114 سوره قرآن کریم متن اصل با ترجمه پوره مصحف با زبان تاجیکی آورده می شود و جزء و نام سوره قرائت شونده نیز با حروفات کیریلی زبان تاجیکی نوشته شده با منظره های مفتون کننده کشورمان زینت داده شده است. این مصحف شریف
ҳадияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон бахшида ба 20-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба мардуми азизи кишварамон аст. моро куҷо овардам самӣ? ман аз куҷо донам миник. бубахшед хонум орзу, бояд ин корҳо мекардем. ҳеҷ гап не, ин вазифаатон буд. خوش آمدید عالی جناب. آرزو دخترم، شما را همراه خودمان دیدن شرفی بزرگ است. از این پس کارهای پیشگار را ما میکنیم. اطاعت میکنیم عالی جناب. اکبر کجاست؟ از پای فرمان عملیاتی داده‌تون هستم. بیایید میرویم عالی جناب. زودتر رفتم بازم. نجیب سردار راست میگوید یگید. پشت دهانت را خب کن. کاری من با تو حالا تمام نشده است. مادامی که وظیفه‌تان را اجرا کردید، پس چرا کای مینیگ آزاد است؟ برای چی پیسگار آزاد بود؟ چرا تا به حال به قسم‌های حربی ما حمله کرده افسران ما را شهید میکنن سردارم؟ خوش گپ زنید، به من جواب دهید. برای چی؟ یگید من دنیا را تنها خودم نجات داده نمیتوانم. چیزی که از دستمان آمد کردیم. تا جانم برآمدن هم این کارم را دوام میدهم. بسیار خوب سردارم، شما دوام دهید. من قصاصی پدرم، زوجم و شخصان دوست داشتم را از قاتلان گرفتم که سگار را به قعر دوزخ روان کردند. اکنون میتوانم آرام بخوابم. برای کی این کار را کردی؟ برای وطنم. یگید از برای خدا گپ نزن. تو به این سخنهای خود باور میکنی؟ البته باور میکنم. یک وقت و یک یگید را به یاد آوردم. وقتی که برویش توف میکردند از نفسش میترسید. چی بودن حق و باطل را تا هم مثل من میدانی. تنها خودت اعتراف نمیکنی. چقدری که میخوای خودت را فریب کن. در محبس برای فکر کردنت وقت بسیار داری. آن وقت برای فکر کردن وقت بسیار داری. مقصد آمدن ما را به اینجا البته میفهمید. از این پس موسم نو را آغاز میکنیم. موسم پیشگار خاتمه یافت. اکنون به جای حجره‌های پیشگار حجره‌های اگر تفاعلات را آغاز میکند. از این رو باید ساختاری نو را تشکیل کنیم. پس از اثرهای جنگ سردین هممون دیدیم که برای گروه ما یگان سود نبخشید. احتیاج به خونی تازه داریم. خونی تازه معنای سرشوی نو را دارد. روده هایمان را تازه میکنیم. علاوه بر این پلیس و سودیالی که خیلی هم فعال شدند باید نه تنها کارهای داخل دولتی بلکه عملیات های بین المللی را هم انجام دهند. دولت از آواره شدن با کارهای خارجی و عملیات های تروریستی باید سرش را نبردارد.
جنگ بزرگ شرکت های کلان خارجی و میدیا را تشکیل میکنیم. در این وقت باید از خلق تا حد امکان مدد طلب کنیم. ارکن کاندو بعد جنگ کیپر سال 1975 تشکیل شده است. هدف آن روزه ارکن کاندو این بود که در حال ترکیه را از خود کند. он вақтҳо корҳои мо хулайтару осон буд, зеро дарҳои давлат ба сӯи дунё мисли ҳозира кушода набуд. бо осонӣ сохтори анархияро ҷорӣ кардем, ҳамаро зери хун қарор додем. имкониятҳои инқилобкунӣ ҳам осонтар буд, аммо писагор ногаҳон ҳамаи фаъолиятҳои моро барбод дод. мо то имрӯз интизори ба сари ин вазифа омаданро будем ва дар ниҳоят вақте омадааст ки рӯи саҳна бароем. акнун мо ба ҳайси тамошобинию با ایسی بازیگر به صحنه میبرایم. این ساختاری نو برایمان برد کلان است. در این موسم نو فعالیت سیاسی ما را هم دوام خواهیم داد. کامیابی های انجمن برای پیشرفت انجمن بین المللی نقش مهمی را میبازد. با عباره دیگر آینده انجمن بین المللی وابسته به ظفرهای ما و ارکن کاندو میباشد. عملیات های تروریستی تابستان همان را ادامه خواهند داد. ما باشیم در موسم تیر ما باز رو به حمله می آریم. همه آماده باشد. کایمینیک و دیگران اینجایند؟ بله عالی جناب. آرزو؟ یک لحظه، اینجا حبسخانه؟ در اینجا چیکار میکنید؟ آیا خبر نداری؟ از کجا دانم؟ آقای دادستان برای آزاد بودنتان شکایت کرده است. محکمه باشد قرار داده است که تو و پیسگار را دستگیر کنند. پیسگار مرده رفت، تنها تو ماندی. پس کایمینیک و سمیچی؟ آنها همینطور به محکمه کشته می شوند. اکنون ما دور و دراز با هم سر به سر می شویم پیکس. من باوری ندارم که اینقدر دراز دوام میکند. یگیت اگر خواهی به درون ندارم کارات رو تمام میکنم. یگیت آرام شو. من شما را صحت و سلامت تسلیم کنم، پس آن طرفش کار خودتان. توپرک لابای سردارم، تو این حال جنابان را تسلیم بکن. تو ها سردارم. نور دیده رودا چی شد سردارم؟ برای چی اینقدر نگاه میکنی؟ سردارم چی شد؟ یگیت برای چی اینقدر نگاه کردید؟ یگان چیز گفتن میخواهید سردارم؟ مرا گوش کن. یگان کاری نامعقولی را انجام ندهی. از سردارم دور ایست. آرزو؟ تویی؟ التجا میکنم به ما ضرر نرسانه. همه ما در حقیقت نفرانی ارکن کاندو میباشه. برای شما بر این انسانهای بزرگ خدمت کردن شرف است. التجا میکنم به ما ضرر نرسانه. اوی کلاهم نیست. آرام شو مینی. کلاهم را دهید التماس. کلاهم را دهید. اگر کمی دیگر گپ زنی
نه سرت رو میابی نه کلاهت رو مینیک. مجلس اکنون دوره کلاه داریت گذشت مینیک. مکر و نیرنگی که کردید همه را به خاک یکسان کرد. من حالا یک ساختاری تر و تازه را پیشنهاد میکنم. تر و تازه؟ چی بود است تو؟ تو حالا شخصی صادق ارکن کندو بودنت را قبول میکنی؟ عالی جنابم، چی لطفی بزرگ است برای ما. این شرفی بزرگ است. ارکن کندو دل و جان ماست. چی پوشیدن به سرمان اهمیت دارد مگر؟ اساس بالای سرمان چی بودن نه، بلکه در داخل سرمان چی بودن است. با فکرهایی که یمینیک راضیم. این برای همه ما شرفی بزرگ است. چقدر شد سمی؟ عجایبات بسیار هم زبیده است. کمی خورد نیست؟ نه چینی اندازه سرت می باشد. مندو بس کن، یکان گپ نیست. سلاحت رو فرار. چی شد یگید؟ یکان سخن کردن میخواهی؟ نه، من از شما شنیدم میخواهم سردارم. پس سخن تمام؟ در اون وقت زیاد داریم. یکان وقت وا میخوریم. مخصوصا اینجا. من هم به شما یک چیز دادن میخوام سردارم. شما این را به فاتح دهید سردارم. مرا دیگر نمی بیند. اقلا چهرم را فراموش نکند. و او بگویید که داده تو را همیشه و بسیار دوست می داشت. هر کاری که کرده بود برای تو کرد. برای آینده تو کرد. شما مرا ببخشید. من هم شما را بخشیدم. دیگر وا نمیخوریم. دوستم، حلال شود.
رفتم سردارم. دیگر از دستمان چیزی نمی آید. راست میگویی. ما تنها وظیفه خودمان را کردیم. راست میگویی، لیکن کاش که این خیل نمیشد مندو. محترم اگرتا، حالا شما از نیکتان چی میخواهید؟ به فرمان شما در تیاره اول به قندیل میروم. فرمان دهید کردان را دشمن ترکان، سونیان را دشمن شیعه ها کنم. شما فقط فرمان دهید. از تو یک کار خوردکک میخواهم مینیک. مرحمت سردارم. برای ما سوهرا میکشی، پاره از عملیات تازه کنی ما میشوی. با این اقدام خودت را اثبات میکنی که آدم ما هستی. یعنی جنایت را خودم انجام دهم. آیا یگان اشکالی دارد؟ گوش کنید عالی جناب، اگر خواهد جنگ شهروندی را تشکیل کنم، اما به دستان خودم آدم کشتن امکان ناپذیر است. من شخصی فتنه اندازم، شخصی عملیاتگر نه. آیا نمی شود که من فکرهای خودم را به شما الهام دهم؟ میلش سوها رو به دستان خودم میکشم. برای شما میلش. از همه آن شخصانی که در روی خطند خلاص میشویم. نجیب سردار، سرکمیسر ممدو، یگید پیگاس، همش را نیست میکنیم. نباشد گویید که تماما همه را ایوز میکنیم. همش را طبق فرمانی داده اتون نیست میکنیم. نباشد همه از پی کارش شود. میتوانید که روید. سلامت باشید خانم، سلامت باشید. درون محبس وقت زیاد دارید. یگان وقت وا میخورید.
از بلبلان وطن چه خبر است؟ از مزار بوی بهار می آید. از عشق جلاد چه سوده مادامی که یار هست؟ از هستی و نیستی در آخرت خدای هست. همه گناه عیب من نیست، در اصل چشم است که به من نظر کرده است. این سرود را یاد کردم، مصرع‌ها برای سرود خواندن کرده است. هرگز کار تقدیر نگو که بالای تقدیر باز تقدیر است. هرچی که میکنند از آسمان باز یک قرار است، فرمان است. گر روز شب شود چه فرق است؟ خدای است که باز شب را می آفرد. گر سوخته خاکستر شوم از آن قلعه خواهند ساخت. پایان شب تاریک سفید است. ز رسیدن اسعار سرها در دست تو کلیدی هست. قلبم عشق دور افتاده را باز پس جیر خواهد زد. هرگز امید از تو نخواهم کند که در دلم نام رمز رحمت توست. محترم مدیر امنیت و محترم سردار مقامات، 6 ماه پیش به نجیب سردار فرمان داده بودیم که در مهلت 6 ماه فعالیت یرکین کاندو را به پایان رساند. او باشد از دستش هر چیزی که آمد به انجام رساند. تبریک میکنیم نجیب سردار. این کامیابی خاصه به من تعلق ندارد، بلکه به هممون. حجره های مثل خوشه انگور پیوست بوده یرکین کاندو را معین کرده یکی از حجره های اساسی آنها را نیست کردیم. حجره که پیساگور را بلدی میکرد سالهای دراز بود که در این سرزمین نقشه تبادلات و عملیات های سویقصدی را فعالیت کرده مهمترین حجره به حساب میرفت. طوری که مشاهده کردیم حجره های یرکین کاندو با یک مرکزی اساسی علاقمند بوده از آنجا فعالیت را پیش میبرده است. اما متاسفانه تا حال مرکز اساسی آنها را افشا کرده نتوانستیم. از این لحاظ مقامات امنیت را کارهای مهمی در پیش منتظر است. کار اول مرکز اساسی ارکین کاندو را دریافت کردن است. شاید با همین طریق آنهایی که زیاده از 100 سال است که این سرزمین را زیر نظارت اسیر گرفته و پایه ملت و خلق را بستند مکان آنها را دریافت کنیم. اما یکی از ساختارهای اساسی آنها که حجره پیساگور بود و پورگیم آنها را نابود کردیم محترم رئیس. خوب نجیب، از هر دویتون میپرسم، مادامی که حجره این آدم ها رو افشا کردیم یک قسمی آنها در درون و یک قسم دیگرشان مرده است، پس چرا تا حال عملیات های تروریستی زیاد شده ایستاده است؟ آرزو، میخواهم که کاری نجیب را تو انجام دهی. با چشم عالی جناب. در رفت تازه کردن یگان کمبودی را نمیخواهم. نجیب بسیار چیز را میداند. تا این دم علیه ارکن کاندو عملیات های زیادی را به انجام رسانده است. اکنون وقتی آمده است که باید از او خلاص شویم. نگران نباشید عالی جناب. آیا یگان نقشه مخصوص دارید؟ برای حل این کار تو را وظیفه دار میکنم. عالی جناب، من نلکه آماده هستم. کاری یگید چی می شود؟ کاری یگید را اکبابه حل می کند. راستی گپ این بسیار هم سوال مهمی می باشد آقای سردار اداره. حادثه های آخر نشان داد که ارکین کاندو نه تنها از حجره های پیساگور وابسته بوده است. یعنی اگر در یک ساختار دیگرگونی به میان آید، در اینجا به فکرم که عملیات تازه باید آغاز کنی سردارم. در برابر حجره های فعال بوده ارکین کاندو باز حجره های خوابیده می باشد. اگر پیساگور و حجره هایش نابود که شد، جای تعجب نیست که باز حجره های خوابیده جای آنها را می گیرند. یعنی شما با من گفتنید
آن شخصانی که ما دستگیر کردیم در اصل شخصانی بودند که دیگر با آنها احتیاج نداشتند و از چشمانشان دور کردند. و پررگ این خیلی شاید که پیساگور آنها را بعد افشا شدن از چشم خود دور کرده است. همه آنها را تازه کردن میخواهد، حتی به جای آن یگان شخصی نو را شاید آورده باشد. انجام ارکن کاندو را دیدن اینقدر آسان نمی شود، چقدر که حجره پیساگور را افشا کرده به سر آنها ضربه سخت زده باشیم. گفته نمی توانیم که ارکن کاندو را با پررگی نابود کرده باشیم. یعنی شما گفتنید که ریشه آنها در نمی است؟ ولی جناب، لاف سخن مجادله نسبتا خوب است. شاید که جنگ شود، زیرا که هوایی جنگ به میان آمده است. شاید که آنها جنگ خونین را خواهند. در این مورد ما نباید به احساس داده شویم. ما باید مثل پیشین با صبر و طاقت باشیم. این آدم ها از ترس و خوف بای دادن شاید که تا تمام قوه های خود نقشه جنگ را کشیده ایستاده باشند. این سخن های شما بسیار هم جدی است. ما قوه های امنیت هر چیزی که از دستمان بیاید همیشه آماده هستیم. آقای سرداری دارد. ارکن کاندو چقدری که میخواهد حجره های نو را تشکیل کردن گیرد. میدانم من از شما بسیار چیز طلب دارم، لیکن هر کاری میکنید نمیکنید در ظرف 3 ماه تیاری تکنیکیتان رو برای عملیات بزرگ تمام کنید. نگران نباشید آقای سردارم، با مدد خداوند از عهده این کار هم میبریم انشالله. آیا در محبس بودن یگید کار ما رو مشکل نمیسازد مگر؟ اکبر به همه طرف فکرش را کرده است. از این پس خطاهایی که پیش میکرده تکرار نشوند. هر شخصی که خطا میکند سرش بریده میشود، فهمیدید؟ در گروه نو شخصانی را میخواهم که امنیت آنها را نشناسند، در یگان جای به قید گرفته شده و در شکایت نامه ها نامشان نباشد. شخصان جسور، جان فدایان، وطن پرستان را میخواهم. خانم آرزو، همه چیز آماده است. این S4 است؟ بله، در محرک بمب را وصل میکنیم. همین که ماشین را به کار در آورد در حال میترک کرد. برای میندو چی فکر کردید؟ پگاه دختری نجیب سردار مکتب را ختم میکند. همه به آنجا میروند. ما راهی که آنها از آنجا میگذرند سنجیده معلوم کردیم. نقشه صدمه را کشیدیم. در دنیا سوی قصد صدمه در جای اول میایستد. ватос аз боло фармон омад. ҳар дуяшро бикуш. шояд дар амалиёте ки алайҳи йигит мекунем монеи корамон шаванд. хуб шудааст акбаба. чӣ хеле ки шумо хоҳед? барои масъалаи йигит бо агар давом мехӯрам, аз ман интизори хабар шавед. ба чашм акбаба. ҷасадҳоро чӣ кор кунем? дар ин ҷо монед. фаҳмо. بیارید. ما در کجا هستیم؟ سانوشی ایسته خیری لبای خوب هستی؟ بله.
ака шӯхӣ мекунӣ а? خیری گم نزن. سر دید ما رو رویم؟ خیری بس کن. یگان سوال هم ندادید شما کیستید؟ خیری بس کن. چرا بس کنم؟ چرا بس کنم؟ بس کن. ما رو دستگیر کرده با اینجا آوردن. آخر یگان چیز پرسید. خیری. 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 جناب اکبر آمدن میخواهد با شما صحبت کند. مسئله یگید را چی کردی؟ واتوس پاگو حال میکند یگید رو در محبس میکشد. خطا کاری را نمیخواهم اکبابا. چند باری دیگر کوشش کردند اما احمقان موفق نشدند. واتوس کارش رو میداند نگران نباشید. دو رفیقی یگید چی شد؟ با فکرم کایها مردند. تو چی کار کردی ها؟ برای چی او را کشتی؟ شما کیستید ها؟ جسدهایشان رو چیکار میکنی؟ همین جا ایستا. زودتر تیار شوید میروید. باز کار یگید را حل کردن رو منتظر کن. زودتر شوید بچه ها. گر رنج پیش آید و گر راحت حکیم نسبت مکن بغیر که اینها خدا کند. بر سری فرزند آدم هرچی آید بگذرد. پایان شبی سیاه سفید است. ای دادا من بسیار با هیجان اومدم. باز چی شد دخترم؟ چی خیلی باز چی شد دادا؟ پگاه روزی ختم کنی دخترت از نجیب از برای خدا نجیب. فراموش کردم میبخشید میبخشید. اینقدر وایما نکنید گویا که دانشگاه تیپ رو ختم کرده است. انشالله اینش هم می شود. خدا خواهد دانشگاه رو هم ختم می کند. این تنبل نمیخواهد من به شما گفتم اونم. کی؟ من کفاله میدم که جای یکم رو میگیرم. از آخر یکم؟ کاری تو نباشد. تو خاموش باش. نجیب باز چی شد؟ چرا چیزی نمیگویی؟ یکان گپ نیست. اکای نجیب شما برای یگید زق شدید. باید همه ما در خیست و شینمون شکر کنیم. حال یگید برای ما باید عبرت شود. گمان میکند که کار خوب کرده است اما به احوالش نظر کنید. حالا تنها در حجره می باشد. چه میشد که مثل پیشینه همه کسا در اینجا شادی کرده می نشستیم؟ سردارم دیگر چیکار میکنیم؟ میگویند گوسفند از پای خودش آویخته می شود. ما گوسفند نیستیم که دو انسانیم. همه ما از یک بدنیم. من خدا نمیدونم که زیق شوم یا اینکه عصبی شوم. من هم همین خیلی پای هنر ممدو رو زخم دار کرد. نجیب سردار رو اسیر گرفت. تصور کردن نمیتوانم. اما اگر حادثه هایی که به سرش آمده رو فکر کنیم آنها هم به عقل انسان راست نمی آیند. من دیگر اکای گید رو دوست نمیدارم. گوش کن دخترم. کلمه دوست نمیدارم زیب دهان تو نیست. تو پروای آنها رو نکن. از سر دور کن اینها رو. دادم راست میگوید دپا. تو خاموشین. مالش فراموشش کنید. کار شده شد. صحبت خوب کنیم. کار توی شما چی شد؟ انتظار هستیم.
حالا سرمون رو برداشته نمیتوانیم. اکنون دیگر یگان مانعگیری نیست سردارم. شما کمی چقال شوید. در کارهای خیر عاجل شدن فایده دارد. دیگر به مهلت دیرتر نگذارید. خونه راست میگوید. دیگر دراز نکشید این کار رو. بین خودمون یک صحبت خاصی داشته باشید. نمیشود سردارم. آیا یک سرمؤلف بزرگ خانم رعنا با یک توی عادی خانه‌داریش انجام میدهد؟ مثلا من فکر میکردم که تویم رو در چیرگان میکنم. من هم همین رو در نظر داشتم. به شما میگویم بیدار شوید. آن وقتی خیالات افسانویاتان خاتمه یافت. تو فکر حولی ما را کن که این کار رو با همین تمام کنیم. راست من توی پور دبدبه رو نمیخواهم. خیر کنی سهر شود. رفته پگاه کار عقد نکاح رو به خاتمه میرسانیم. هفته آینده توی را سر میکنیم. مایلش سردارم. فرمان اجرا میشود. فردا رفته این کار رو تمام میکنیم. نشونیدم نگویید. توی میکنیم. توی. دادا چرا با این ماشین ویرانه آمده؟ با خدا راست میگوید دادا. در نزد همه شرمنده میشویم. دخترم چند بار به شما گفتم دولت این ماشین رو برای خدمت خلق بر من داده است. برای کیف و صفا کردن نه. کنی بس کنید سوال دیگه رو دیر میمونیم. مراسم سر میشود. من چخیر شدم اپیرانا؟ آه خیلی زیبا شده ای. رنگی سفید به تو خیلی زیبیده است نوربانو. کنی با نزید گناه باید رفت. از تحفه پنهانی دادم خبر دارم؟ نه یکون گپ نگفتم. باز چه گوشکی میکنید ها؟ سردارم خیر مالش فکر کدام نقشه رو میکنید ها؟ کنی رو جانتم. بیا ما هم میرم. خانم تو چی داری؟ خلق کردن دخترت رو فکر کن. این چه حال است؟ دیشب یک خواب عجیبی دیدم. مرا ناراحت میکنه. فکر میکنم بخیر است. چی دیدی؟ در خانه بودیم با تو و کودکان. گریه کرده الویدا میگفتیم. بعد در باز شده پدرم سعیس آمد، اما در صورت جوانیش. اما که یعقوب خودمون. پس آن از دستم داشته مرا بردند. انشالله که بخیر است. بیا میرم. ماشین رو عوض کرده است. هیچ گپ نه. بیا تستر رو انجام دهم. مایلش باش. یگان کس نبیند. یکی رو میدونی با دقت شوید. شخصی ساده نیست. بسیار عیار و جسور است. لباس ها را پوشید. لوازمات را در درون به تو یک شخص میدهد. نامش جاوید است. ها فهمیدم. نوشاکی‌های خوش‌طعم از جمعیت دارای مسئولیتش محدود یک و جوز، شربت‌های شفابخش از میوه‌های تاجیکستان با تکنولوژی زمانوی تتراپک شویتسیا، نرخی ارزان، صفت بلند و لذت به‌بها.
زود باش، زودتر. کمتر دیگر مام کلید را کتاب دهد ماشین میترکد. خوب میشود که در نزدیکیش نباشه. این حادثه بزرگ را دیدن میخواهم. دادا کلاهم رو در ماشین فراموش کردم. آفرین دخترم. باز هوشت در کم کجا؟ از هیجان شده پیهونه. من رفته میگیرم. نه من خودم رفته گرفته میارم. قریب بود که خودش رو فراموش میکرد. خیرش گم خانم، در جوانی که کارها میشود. دخترم نوربانو با دقت باش. اپا از ماشین گرفته میآید. برای چی با هم میکنید؟ از کجا دانم؟ امروز خودم را کم چکن حس میکنم. او در هیجان است. شما باشید از زیادتر در هیجانید. چخیل شده؟ انا ناو خوب شد. شتاب نکن. کارت رو تمام کرده بیا. اگر یگان حادثه رخ دهد ما میرویم. تو چاره خودت رو میابی. مایلش شما روید. فکر من رو نکنید. نباشه. تشکر. مایلش مرحمت دارو. رحمت. خوش آمدی. و تو سلامت گفت. کنی بیا یک صحبت کنیم. در دست من یک امانت داری. دختری نجیب می آید. زودتر کارو انجام ده. کمتر دیگر من حاضر تمام. گفتم دختر می آید ما رو میبیند حاضر زودتر. تمام شد تمام. دختر نزدیک شده زودتر باش گفتم. تمام رفتم. در اینجا چی کار میکنه؟ ماشین ویران شده است. آیا این ماشین آقای خلیل نیست؟ چی خیل خلیل؟ این ماشینی دوستی داده من است. از یگان خلیل نیست. ببخشید خطا کردم. سلامت باشید. او نفهمید؟ نه همش خوب است. بمب رو وصل کردی؟ بله بمب رو به یگان مشکلی گذاشتم. امانتت در اینجاست. مرا گوش کن. با دقت باش. دستگیر نشوی. بعد از نیم ساعت به حجره او میروی. وقتی تنفس گفته برای برآوردن او به داخل حجره میروی و بعد تو نگران نباش. سلامت باش. من تو رو با در عقب میگریزانم. در اینجا وا میخوریم. مایلش. یک عمر اینجا را چقدر تحمل میکرده باشم. وقتی هوا خوری نشده است مگر آخر میکفم در اینجا نفسم میگیرد.
بیا. کایامینیک تو در اینجا چیکار میکنی؟ سوها جانم ماشاءالله بسیار هم خوب شده ای. نه نخیز ناراحت نشو در کار نیست. من نخستم. برای چیکار به اینجا آمدی؟ برای خدا سوها این چی خیلی سخن است. دوست پیشینم را که بسیار دوستش میدارم زیارتش نکنم مگر؟ نکن مینیک. دف شب از اینجا دف. алё خانم آرزو کایامی نیکولو در حجره سوها است. من منتظر او هستم. بسیار خوب. کایامی نیکو را تمام کرد به من خبر ده فهمو؟ مایلش خانم آرزو. کایامینیک به بیمارخانه در آمده است؟ بله. حاضر باید بر رانو خبر دهیم. اکنون نوبت به طلبه پیشقدم مکتبمان آمد. او را با کفگویی به صحنه دعوت میکنیم. جای اول نوربانو یلماز. تبریک میگویم. پس توفیق گفته‌تان این بوده است؟ بله ما میدونیستیم. نوربانو خواست به تو توفیق کنم. تشکر معلم. خدایا شکر تو را میکنم. این روزها را هم دیدم. تشکر معلم جان. مبارک شود سردارم. تشکر. یکم جا رو گرفتی بچی تماشا کنید. من با مدال طلایی مکتب رو ختم میکنم. رانو آیا این تلفنی تو نیست؟ چی؟ تلفنت زنگ زده اینجا دست میشنم. بله. تشکر میده. لبای؟ روز بخیر. با رانو خانم گپ میزنم. بله من هستم. شما کیستید؟ رانو خانم آوازتون پس می آید. یک دقیقه چی گفتید نمیشنوم. الو چی میگویید؟ شد رانو؟ میگویم که پدرتون رو میکشند. پدرم؟ شما کیستید؟ یک دوستتون. زودتر باید به بیمارخانه روید. حالا وقت دارید. شاید او را نجات دهید. چی شد رانو؟ یک زن زد. گفت که پدرت رو میکشند. چی؟ ممدو التجا میکنم بیا زودتر رویم. بیا رانو زودتر ممدو زودتر. برای چی به اینجا آمدی؟ چیزی که گفتنی داری بگو و برآمده رو. روی تو را دیدن نمیخواهم. سوها جانم عزیزکم استادم دلم رو میشکنی. پلیس های بیمارخانه را خبر میدیم. میلش میروم. با تو موفق بودنت را میخواهم. موفق؟ چه خیل؟ شب بخیره یارو. چی دیوانگی میکنی؟ چی دیوانگی میکنی؟ سفر میروی. بیهوده زور نزن سوها. هرگز زور نزن. جزای مرا فروختن تو را میگیری. تو حیوان به شرفی حیوان هستی. زودتر ممدو زودتر. با نجیب سردار خبر نداده. وقتمون تنگ است. زودتر. اونها رو نباید ناراحت کنیم. هیچ گپ نیست. سردارم اهلی فهم است آید این خیل کارها. شاید اون کس شوخی کرده باشد. من از کجا دانم؟ بیا آخر زودتر رویم. مایلش من با پلیس بیمارخانه خبر میدم. مایلش فقط زودتر. نکن. احمق در جوگه خوابش مثل خیز به قوت است. ماره
بونده کرد ما از یک توش خلاص شدیم. رقم حجرهش 512 در حال رفتن نظارت کنید. من در راه میباشم حاضر میرسم. فیریبی ما رو نفهمیدند. لبه آرزو خانم مندو و رهنو به راه برآمدند. به طرفی تو میآیند. چیکار کردنت رو میدونی؟ شما نگران نباشید، این باری اول نیست. مایلش. این پلیس برای چی میدواد؟ باز با حجره سوهانه دروید. حرکت نکن. دست را بالا کرده با این طرف گذر. در اومدنی بودم دیدم که از هوش رفته است. دکتر رو فریاد کنم. دروغ نگو. او را تو کشتی. باور نکنید من بدنم رو کابید. برادر جانی هم است. میخوام دکتر رو فریاد کنم. بیا از اینجا رویم. بیا زودتر از اینجا رویم. نباشد مرا سیاهی زیر میکند. بیا زودتر رویم. چیکار میکنی؟ چیکار میکنم؟ میگریزم. دقت باش، آرام شو. چه خیلی آرام شوم؟ شیمم رو تر کردم. مرا گوش کن. بر تو گفتم که آرام شو. اینجا بیا. اگر خواهی که کار رو با تو نخلم آرام شو. مایلش. آرام شدم. انا رفتی. آرام شو. جونکی من. آفرین با تو. رانا و ممدو با کجا قلب زده باشن؟ نمیدونم حاضر همینجا بودن. اگر خواهی زنگ زن. خدایا. او چای بینید؟ یکم جا رو گرفتم. الو ممدو از پیش چشم ما کجا قلب زده؟ سردارم یک تلفنی عجایب شد. با میمانخانه‌ای که آقای سوها است میرویم. چه شد که؟ نمیدونم. برانا زنگ زدن. گفتن که حیاتی آقای سوها در خطر است. نباشد من حالا با پلیس بیمارخانه زنگ بزنم. سردارم من الکی زنگ زدم. سر و کار میگیرن. بسیار خوب. نباشد من مقامات گرد اطراف بوده رو با بیمارخانه روان میکنم. باز چی شد؟ یگان گپ نیست. بیا رفتن ما لازم. گوش کن. تبریک میکنم. با تو چقدر که افتخار کنم باز کم است. تشکر دادا جان. در حیات سرم بهترین توفه رو برایم هدیه کردم. اوچه هم پیش از این حس میکردن که من جای یکم رو میگیرم. الپریم کجاست؟ بازی نشکم شد. نجیب چرا خواطر میشوی؟ حاضر میآید. شما زودتر با ماشین سوار شوید. من الپرین رو گرفته میآیم. شما روید. بیا دخترم. بیا. الپرین. تشکر. الپرین. پدرم جواب نمیدهم. باید چه حادثه ارائه داده است ممدو؟ حالا ایست. اینقدر نگران نشو. میبینی که رفته ایستاده. ممدو التما زودتر هی کن زودتر. خوبی آید. درونی ماشین بسیار گرم است. دخترم تریزه آقا را کشو کمی هوا درآید. این کودک کجا رفته باشه؟ باز برای خودش مکانی بازی یافته است. ماشین شمال دیهک ندارد؟ از کجا دونم کنی دادت آید؟ من نمیدونم این رو. قریب مونده است که از گرمی پزم. برای چی نجیب نآمد؟ نمیدونم.
فریبی ما رو نفهمیدند. زودتر نمیدو، زودتر و از این ماشین گذر آخیر. مایلش التماس میکنم راه ده بامو برادر. با دقت باش نمیدو. و دیوانه چی کار میکند؟ خستم با ما راه نمیدهد. با چی کار میکنی برادر؟ با آینه نگاه نمیکنی تو؟ کجا شدند اینها؟ الپرین، من با تو چی گویم؟ احمق شده ای، مردیم از گرمی. اوچه من رفتم اونها رو میارم. رفتم اونها رو بیار تستر. در کجا بودی تو؟ تولگاه رو دیدم. با او در باره جام جهان صحبت کردیم. زودتر با ماشین سوار شد. زودتر کار داره. کنین زودتر. گودر. شمال دیهت چه خیلی گریان می شده باشد. خدایا این دیوانه چی کار میکند؟ نمیدو نیت این آدم خوب نیست. تو از کجا میدونی که نیت باید خوب است یا بد؟ این دیوانه رو گذر التماس. نمیدو دقت کن. من کجا شده است؟ ماشین که خاموش است، شمال دیهک چقدر کار کند؟ ماشین مثل تفتون گرم شده است. به خدا اوچه هم میپسد. شمال دیهک ماشین ویران است. حالا گرکنک را به جای شمال دیهک گیرا میکنیم. نجیب همه آید. این زن در درون ماشین چی کار میکند؟ یا ماشین رو به حرکت میدارد؟ نه نباید. گریون شود نون.
گرفت. ای در اینجا کسی نیست مگر؟ آخر وقتی هواخوری نشد مگر؟ وقتش آمد. آماده شو. مادامی که تنفس میخواهد یک دو جایش را تیغ زن، خوبتر هوا گیرد. زودتر باشد، آخر وقتی هواخوری که ها گذشته است. خیرت ای برادر، نهایت آمدید. باور کن اگر نمی آمدید از غم و غصه در اینجا میکفیدم. آخر چرا اینقدر ناز میکنی ها برادر؟ مگر 2 دقیقه بر وقتتر می آمدی میمردی؟ بخشیش کمتر کار داشتم. خیر چیکار کنیم؟ حالا من به این محیط عادت نکردم. تا آموخته شدنم کمی طاقت میکنید. تو با اون تیغی درونی آستی گمان میکردم که قصد جانی من میکنی، ولی افسوس خطا کردم. افسوس. بیا چیکار کرد؟ کار حل شد. زنده ماندنش امکان‌پذیر است. از مردنش امین هستی؟ نگران نباش، امینم. بیا من تو را برارم. 1 دقیقه. جسدش رو چیکار میکنی؟ این رو وقتاس حل میکنم. رفتیم. بیا. میدونستم که یک روز البته این کار میشود. عجبا، برای چی بسرم فکر این خیل بردن نامد؟ افسوس. از بلبلان وطن چه خبر است؟ از مزار بوی بهار می آید. از عشق جلال چه سوده مادام که یار هست. از هستی و نیستی در آخرت خدای هست. همه گناه عیب من نیست، در اصل چشمی است که ما را نظارت است. این سرود را یاد کردم، مصرع‌ها برای سرود خواندن کرده است. هرگز کار تقدیر نبود که بالای تقدیر باز تقدیر است. هر چی که میکنند از آسمان باز یک فرمان است. گر روز شب شود چی فرقی است؟ خدای است که باز شب را می‌آورد. گر سوخته خاکستر شوم از آن قلعه خواهم ساخت. پایان شب تاریک سفید است. ز رسیدن اسرار سرها در دست تو کلیدی هست.
قلبم عشق دور افتاده را باز پس چیخ خواهد زد. هرگز امید از تو نخواهم کند که در دلم نام رمز رحمت توست. шифоёбӣ эҳсоси гуворое барои ҷисму рӯҳ аст ва муҳим аст ки шумо беморро бо усули комилан бехавф ва муосир табобат кунед. маркази тиббии табобати чинӣ ҳамин гуна усулҳои анъанавӣ ва муосирро барои шифоёбиятон пешниҳод мекунад. сӯзанзании чинӣ, гиёҳдармонӣ, табобати маризиҳои қалб, фишори хун, пӯст, амрози занона, гӯш ва бинӣ, бемориҳои урологӣ, узвҳои даруна, сутумуҳра ва амсоли ин акнун дар як марказ берӯзи истироҳат барои шумо пешниҳод мегардад. акнун шумо имкон доред ки бо истифодаи таҷҳизоти муосир аз санги гурда бе кадом ҷарроҳӣ ва изи он халос шавед. суроға шаҳри душанбе, маҳаллаи 65, кӯчаи фирдавси 8, маркази табобати чинӣ. шифоёбӣ инҷо арзону осон аст. пенҷианаев. масъаларо худатон бинед. тоҷикон ҳолӣ дар студияи симо пешниҳод мекунад. این آلبوم از دیگر آلبوم‌ها با کلی فرق می‌کنه. шоу клипҳои ҷадиди пенҷианаев дар як албом бо номи рӯё. албоми таронаҳои тозаи пенҷианаев бо номи рӯё аллакай дар фурӯш аст.